عبدالرحمن قابلوفی 6 ساله از همسالان سالمش هیچ فرق ندارد. با دوستانش به مشکل بازی میکند، الفبا میخواند و وقتش خوب میگذرد. هنوز 3 ماه پیش عبدالرحمن خیلی زود خسته میشد. برای همین از خانه تقریبا بیرون نمیبرآمد. با وقت حرکت در حال بدنش کبود میشد. پزشکان بعد تشخیص معین کردند که عبدالرحمن گرفتاری درد مادرزادی دل بوده است. پزشکان تاجیک خرج جراحی قلب عبدالرحمن را نزدیک $4000 حساب کردند. 1100 سوم اویلینگ میگیرم، 1100 سوم یک ماه چه میشود؟ جمع کردن نتونستم. اگر جمع میکردم تا همین وقت جمع میکردم 5-6 سال بعد. پزشکان تاجیک خرج جراحی قلب عبدالرحمن را نزدیک $4000 حساب کردند. مبلغی که برای والدین طفل آسمانی است. پدر عبدالرحمن مشغولیت دائمی ندارد. مادرش معلمه مکتب است. برای کمک به این خانواده سازمان خیریه دلسوزی دست به کار شد. کارمندان این سازمان طریق شبکه‌های اجتماعی به جمع‌آوری مبلغ ضروری پرداختند. من حاضر نقص راستی گپ دویده میگردد، میپرد. خانگی‌ها میگن که چی این با شوچک ماندگی می بالین سبب بعد اپراتزا فقط ام گر میدوند. رجب حلیمов رهبر سازمان خیریه دلسوزی پس از آن که در جسم فرزندی او نیز بیماری مادرزادی قلب آشکار شد با کمک کودکانی بیمار سر کرد. پسرم با بیماری قلب به دنیا آمد. در تولدخانه به ما گفتند که او باید 3 مرحله جراحی را پشت سر کند. من مبلغ نداشتم و به بنیاد خیریوی مسکو مراجعت کردم. آنها در حال کمک نمودند و پسرم جراحی شد. بعداً به من نفرانی که با چنین مشکل مواجه‌اند مراجعت نموده راههای جمع‌آوری مبلغ را پرسیدند. همین گونه من با کمک آنها شروع کردم. بنیاد و سازمان‌های خیریه اساساً طریق شبکه‌های اجتماعی با کودکان بیماری که نیاز به جراحی دارند مبلغ جمع‌آوری می‌کنند. تنها در سال گذشته با مساعدت فعالان این گونه سازمان‌ها از جمله سازمان دلسوزی بیش از 200 اطفال گرفتار مریضی مادرزادی قلب جراحی شدند. من علاقه سرحسابی آنهایی را که برای کمک مراجعت میکنند گم کردم. شماره نیازمندان روز تا روز زیاد می شود. به همه آنها امکانی کمک کردن وجود ندارد. بعداً ما به خلاصه اومدیم که اگر در این کار 4 شرکت موبیلی را جلب کرده از SMS استفاده بریم، در این صورت جمع‌آوری مبلغ هم تیزتر و هم آسان‌تر می شود. طبق آمار غیر رسمی همه ساله در تاجیکستان تا 6000 کودک با بیماری مادرزادی قلب به دنیا می آیند. کارشناسان می گویند از 1 حصه این طفلان بنابر نبودن مبلغ جراحی می فوتند. بیشتر نیازمندان بنابر نداشتن دسترسی به اینترنت از وجود سازمان‌های خیریه‌ای که می توانند به اطفال آنها کمک رسانند خبر ندارند. رقم نوی SMS و یا پیامک نه تنها کاربران اینترنت بلکه صاحبان تلفن‌های موبیلی را نیز برای اقدام‌های خیرخواهانه جلب می‌کند. خواهشمندان با چیدن رقم 1718 امکان دارند دلخواه مبلغ را خیر کنند. این مبلغ از حساب تلفن آنها گرفته می‌شود. از نگاه تشبسکاران این واسطه خوبی در فرصت کوتاه جمع آوری شدن مبلغ و نجات حیات صدها کودکان بیمار میباشد.